سلام. در این ویدیو براتون مواردی رو که قبل از رفتن به پارک‌های دیزنیلند لازم میدونم بدونین رو لیست میکنم. امیدوارم که منطقی به نظر برسن. اگر شما هم مواردی رو میدونین که من از قلم انداختم لطفاً برام کامنت بکنین. خیلی لطف میکنین. خب اولین توصیه‌ای که دارم براتون اینه که دانلود بکنین اپ دیزنیلند رو گوشی‌های همراهتون. اپ دیزنیلند نقشه باهوش و هوشمنده که میتونین اترکشن‌ها، کرکترها، محل داینینگ، جایی که مثلا رستوران و اینا هست، جایی که انترتینمنت های به خصوصی هست، محل دستشویی‌ها، تورا، ایونت ها، فوتوپس، افرادی که عکس میگیرن توی پارک که بعد وقت میتونین باز از طریق همین اپ عکساتون رو لینک بکنین، اونا کجا وایسادن، گست سرویسز کجاست، فروشگاه ها کجا هستن و این اطلاعات رو میتونین خلاصه هم روی نقشه هم به صورت لیست فیلتر بکنین و روی اپ ببینین. با اپ خیلی کارهای دیگه میتونین بکنین. مثلا یه مضمونی هست به اسم ویرچوال کیو، یه سری از رایدها که بعد یه مدت طولانی باز میشن یا اصلا برای اولین بار میخوان باز بشن، از طریق ویرچوال کیو میتونین نوبت بگیرین سوارشون بشین. باید حتما پروفایل و تیکت و همه اینا رو لینک کرده باشین توی اپ که بتونین وارد اون صف مجازی بشین. حتی سرویس لایتنینگ لین مثلا خیلی ممکنه به گوشتون بخوره و بگین کاش میتونستیم بگیرین و اینا. اینم باز گرفتنش از طریق اپه. خیلی موقع ها اگه تو فروشگاه میخواین چیزی بخرین میگن که میتونین از طریق موبایل چک اوت بکنین. بر همین خب این اپ خیلی به دردتون میخوره، به کارتون میاد در طول پارک. اپو که دانلود کردین هر کسی آیدی و یوزرنیم پسورد خودش رو درست کنه و لاگین بکنه. بعد بلیط هایی رو که بعداً میخرین این بلیط ها رو هم همه رو لینک کنین توی اپ به پروفایلتون. هر چند تا بلیطی که همراهتون هست، هر چند تا همراهی که هستین، همه میتونین بلیط های همدیگر رو توی اپاتون، توی پروفایلاتون لینک داشته باشین. خب توصیه بعدی این هستش که از قبل بلیطاتون رو تهیه بکنین. اصلا فکر نکنین که ممکنه همون روز همونجا برین تو پارک و بلیط بگیرین و برین تو. خیلی پارک شلوغه، رزرواسیون لازمه و حتما از قبل بلیطاتون رو بگیرین، حالا به هر طریقی که گرفتین. و توصیه باز این هستش که حتما لینکش بکنین به اون پروفایلی که با اپ دیزنیلند رو گوشیتون ساختین که دیگه همونو اسکن میکنین روز اول و وقتی هم که اسکن میکنن بلیطو برای دفعه اول ازتون عکس میگیرن. برای همین به هر بلیطی یه چهره‌ای اساین میشه و دیگه کسی نمیتونه با یه دونه بلیط مثلا 2 تا قیافه مختلف برن تو. برای تهیه بلیط هم یا خودتون میتونین دست به کار بشین، از خود سایت دیزنیلند بلیط بگیرین که خودش پورسانت ترافل ایجنسی رو برمیداره، یا اگه آژانس مسافرتی هست که باش کار میکنین اونا میتونن براتون این کارو بکنن، یا از کاسکو میتونین بگیرین. بعضی از کمپانی ها هم هستن که برای کارمنداشون میتونن تخفیفای ویژه بگیرن برای بلیط پارک های اینجوری. اون تحقیقاتتون رو بکنین و خلاصه اونی که دیل بهتری میده که معمولا خیلی هم زیاد فرقی با هم نمی کنن دیگه از همونجا بلیطتون رو تهیه کنین. برای توضیح در مورد رزرواسیون اینطوری میتونم بگم که فقط صرفا خریدن بلیط پارک به شما اجازه ورود به پارک رو نمیده. باید حتما رزرواسیون متناسب با اون بلیطی که دارین رو برای رفتن به پارک داشته باشین. اگه بلیطتون برای یه دونه پارک هست، یکی از این 2 تا پارک رو انتخاب میکنین، برای اون روز به خصوصی میخواین برین رزرواسیون میکنین و بعد رزرواسیون ولید اون روز رو داشته باشین. اگه رزرواسیون مثلا برای دیزنی کالیفرنیا ادونچر کردین دیگه باش وارد دیزنیلند پارک نمیتونین بشین. اگه برای بلیطتون پارک هاپر گرفتین، رزرواسیون رو برای یکی از اون 2 تا پارکی که میخواین اول واردش بشین میگیرین، اول وارد اون پارک میشین. اگر قبل از ساعت 11 اگر که به فرض برای دیزنیلند پارک رزرواسیون دارین،
اگه قبل از 11 صبح وارد میخواین بشین بعد حتما وارد دیزنیلند پارک بشین. از 11 به بعد میتونین وارد دیزنی کالیفرنیا ادونچر بشین و مجددا هر چقدر که بخواین بین این دوتا پارک رفت و آمد کنین در صورتی که پارک هاپر دارین. قبل از اینکه رزرواسیونتون رو انجام بدین به نظر من فکر خوبیه که ساعت باز بودن پارک ها رو چک بکنین. گاهی اوقات پارک ها درشون برنامه های ویژه‌ای هست. مثلا اگر که در حالت معمولی ساعت 10 شب قراره دیزنی کالیفرنیا ادونچر ببنده، به خاطر جشن هالووین یا حالا مناسبت های دیگه ممکنه 6 بعد از ظهر تعطیل بکنه و فقط کسایی که برای اون مناسبت خاص بلیت دارن رو وارد پارک بکنه. برای همین دونستن این ساعت کاری پارک ها خیلی کمکتون میکنه که بتونین درست برنامه‌ریزی بکنین و تصمیم بگیرین چه روزی رو انتخاب بکنین. این البته در مورد دیزنیلند هم صادقه. تو دیزنیلند هم مثلا برنامه‌های خاصی برای ولنتاین ممکنه باشه یا از این افتر دارک ایونت ها زیاد داره دیزنیلند. تو همیشه برین چک بکنین کلندر رو و الان بهتون میگم که چه جوری. توی اپ اون قسمت 3 تا نقطه که میزنین اسکرول که میکنین میایین پایین نوشته Park Hours and Info. اونه که بزنین روز به خصوصی رو که میخواین به انتخاب میکنین و ساعت ها رو اینجا لیست میکنه. اول ساعت دیزنیلند و بعد دیزنی کالیفرنیا ادونچر رو و بعدم داونتاون دیزنی رو ساعتش رو بهتون نشون میده. اینا رو خوب با دقت بخونین که ببینین کی بسته میشه. خب حالا فکر کنیم اپو دانلود کردیم، بلیتمونم گرفتیم. حالا میخوایم ببینیم چی پک کنیم، چی ببریم، چی کار میتونیم بکنیم تو پارک، چجوری آماده بشیم. شما وقتی که وارد دیزنیلند ریزورت میشین، یعنی هر جوری که بخواین وارد داونتاون دیزنی بشین که بعد از اونجا به دوتا پارک راه پیدا بکنین، سر تا سر اون محیط و محوطه از هر جایی که در داشته باشه بخوایم بیاین تو، باید که از سکیوریتی گیت رد بشین. از سکیوریتی گیت رد میشین، میگردن که اسلحه نداشته باشین، چیزای خطرناک نداشته باشین. احتمالاً ظروف شیشه‌ای مثلا میتونه خطرناک باشه یا چاقو اینا احتمالاً میتونه خطرناک باشه. حتی سگ هست، سگ بو میکنه. احتمالاً وید و اینجور چیزا هم نباید به خودتون داشته باشین. مواد عجیب غریب نمیتونین داشته باشین. اما مثل یه پیکنیک میتونین پیکنیک کنین. ببین اتفاقا یه پیکنیک ایریا بیرون دیزنیلند پارک تو محوطه داونتاون دیزنی هست که خب کلی نیمکت داره و اینا، ولی کلا من همیشه یه کولر کوچیکم میتونستم با خودم میبردم، یعنی پایین کالسکه میذاشتم، حتی یخ میریختم توش، باتلای آبو میذاشتم، حتی جوس میبردم برای بچه‌ها. میتونین ساندویچ ببرین و میوه ببرین، هر چی که دوست دارین میتونین ببرین داخل پارک. بنابراین اگه میخواین چیزای اونجوری پک بکنین، اسنک پک بکنین، یا حتما آب ببرین، چون آب تو پارک خیلی گرونه. یه باتل آب ممکنه تا $5 هم براتون در بیاد. البته شیرای آب هست که میتونین ظرف آبتون رو آب بکنین و هر جا که غذا فروشی هست موبایل اوردر میکنین یا حالا غذا میگیرین، هر جوری از رستوران گرفته تا فست فوداشون حتما برین ازشون آبو بگیرین. مثلا بگین من یه کاپ آب میخوام یا 2 تا 3 تا کاپ آب میخوام، بعد بریزین توی این ظرف آبتون یا یخ ازشون بگیرین. اون کار رو هم میتونین بکنین که نخواین پول باتل آب بدین. ولی خلاصه کالیفرنیا هواش گرمه دیگه، آب و بعدم شما کلی راه میرین و اینا، حتما خودتون رو هایدریتد به قول اینا بکنین و از نوشیدن آب غافل نشین. دیگه فکر نمی کنم توضیح واضحاتی که بگم. خب الکل احتمالا نمیشه برد توی پارک، ولی نگران الکل خریدن و داشتن تو پارک ها نباشین. دیزنی کالیفرنیا ادونچر که رسما کیوسکایی داره که مثلا بروئری داره و اینا، همینجور بیر و اینا میتونین بگیرین.
دیزنی لند نه اونجوری خیلی اینطوری نیست که شما از هر جای بیر بگیرین دستتون را بیفتین توش. دیزنی لند خیلی از این لحاظ محافظه کارانه تره. توی بعضی رستوراناش الکل سرو میشه، ولی توی ستار وارز یه دونه رستوران هست که حالا اسمشو پیدا میکنم مینویسم، اوگا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، شاید اشتباه میکنم، اونجا قشنگ بار داره و اینا، ولی اونطوری مثل دیزنی کالیفرنیا ادونچر نیست که حالا با درینک الکلیتون رو را بیافتین تو پارک و اینا. خلاصه این از اونو. بعد برای شارژ کردن الکترونیکتون خب حتما یه پاور بانک چیزی بیارین، ولی خود دیزنی لند هم فیول راد استیشنز داره. شما میتونین تون استیشن های فیول راد اگه دارین خودتون ببرین اونجا و بندازین توی دستگاه ها، یه دونه فول شده پر شده شو بهتون تحویل میده. اگه ندارین فیول را، من توصیه‌ام اینه که از آمازون بخرین، ارزون تنه، وگرنه تو پارکم هر یه دونه‌شو $30 میفروشن، ولی خب اون یه دونه رو دیگه هی میتونین به خودتون هر دفعه ببرین. من این کارو میکنم، هر دفعه میبرم. اتفاقا جدیدن هم آپگرید کردن به USB-C که سریعتر هم شارژ میکنه و من قدیمی هم همجوری مجانی آپگرید کردم. اونم از اون. و بعدم راحت، لباسای راحت بپوشین. البته مخصوصا اگه دفعه اولتونه حتما خیلی گم میشین، خیلی راه میرین، خیلی دوست دارین همه جا رو ببینین و اینا، بنابراین کفش راحت، کفشایی که تازه نو خریدین رو نپوشین. اگر هم میخواین کفش نو بپوشین، یه کالمه چسب زخم ببرین، قرص ادویل و خلاصه هرچی که میدونین کمکتون میکنه که بتونین سر پا بمونین. حالا اگه چند روزه میاین، روزای بعدی رو هم بتونین هندل بکنین. حالا در مورد اینکه چی لباس بپوشین، والا خب هرچی که دوست دارین، هرچی که راحتین. معمولا 2 مدل ویزیتور داریم تو پارک. یه مدل هستن که خیلی درساب کردن، خیلی شیک و خوشگل، اومدن عکسای قشنگ بندازن. یه سری هم هستن که خب لباسای راحت پوشیدن، چون هی میخوان بدو کنن، بشین و پاشو بکنن و از رایدا بلندشن و سوارشن و گوشه خیابون بشینن رو زمین و اینا. خلاصه یه چیزی هم بین اینا هست. یه سری هم هستن که لباسای ورزشی میپوشن که رنگاش متناسب با کاراکترهای دیزنی باوند میکنن و خلاصه هم مرتبن هم راحتن، هر کاری که دوست دارن. خیلی هم ممکنه مثلا تیشرتای یه شکل و یه رنگ بپوشن، توی گروه هستن همو پیدا کنن و خلاصه have fun with it، خوشحال باشین و هر کاری میکنین مهم اینه که احساس خوبی داشته باشین با اون چیزی که تو تنتونه. حالا من اینجا قوانین دیزنیلندم براتون شیر میکنم، میذارم اینجا. نوشته که زیر 14 سال میتونن که کاستومای دیزنی رو بپوشن، کاستومای کاراکتر، ولی بالای 14 سال اجازه ندارن که کاستوم بپوشن که عین اون کاراکترها باشن. یه مورد دیگه هم که حتما خودتون حواستون بهش هست اینه که قبل از اومدن وضعیت آب و هوایی رو برای اون بازه زمانی که میخواین بیاین چک بکنین، چون وقتی بارون میاد خیلی از رایدایی که تو محوطه سرباز در واقع راید هستن و اجرا میشن، یا مثلا یه سری از نمایش‌ها و پرفورمنس‌ها که ممکنه حالا در حالت عادی مثل این رژه‌ها، پریدا اینا کنسل بشن. بنابراین اگه یه بار در طول عمرتون میخواین بیاین و یه روز میخواین بیاین، فقط حواستون به فورکست باشه، مطالعه رو هوای جنوب کالیفرنیا بکنین از قبل که خدای نکرده نیاین وقتی که بیشتر چیزا تعطیله یا کنسل شده. از طرف دیگه یه سری فصول هم هستن که خب خیلی این پارک ها قشنگتر میشن، تزیینات خاص ویژه‌ای دارن برای هالووین و برای کریسمس که خب باز تلاقی میکنه با اون هوای بارونی، ولی خب دیگه هر کدومش خوبی ها و بدیهای خودشو داره. اگه یه زمانی بیاین که زمان به خصوصی مناسبت خاصیه، پارک شلوغ‌تره، ولی خب احتمال این که بیشتر رایدا باز باشن و همه اتفاقایی که قراره بیفتن، آتیشبازی، شو، هر چی که هست، اونا رو تدارک دیده باشن و همشون اجرا بشه، احتمال اون خیلی هست. مثلا بیشتر شبا ممکنه فایرورکس باشه
بیشتر شبا خیلی از اجراها ممکنه 2 بار باشه و اینا. ولی خب اگه بین یا بعد این مناسبت تا مناسبت بعدی، مثلا وقتی دارن تغییر دکوراسیون میدن اون موقع بیاین، شاید بعضی از رایدها رو تعطیل بکنن به خاطر اینکه دارن مثلا دکوراسیون کریسمس رو میارن پایین. ولی خب پارک هم خلوت تره. خلاصه هر موقع از سال که بیاین خوبی ها و بدی های خودشو داره، ولی خب بدونین بهتر از این هستش که سورپرایز بشین. اینکه نکته دیگه این که اگه دقت کرده باشین موقع تهیه بلیط تا 5 روز میتونین بلیط تهیه بکنین. معمولا توصیه میشه 3 و 4 روز زمانهای خیلی خوبی هستن. اگر که پارک هاپر میگیرین 3 روز دیگه خیلی عالیه، 4 روز دیگه محشره. ولی اگه پارک هاپر نمیگیرین 4 روز بهتره، برای اینکه مثلا اگه یه روزی رو فقط دارین بین دیزنی کالیفرنیا ادونچر و از شانس اون راید معروفی رو که دوست دارین سوارشین حالا یا تعطیله یا خراب شده اینا یا صفش خیلی طولانیه اینا، میتونین که روز دوم دوباره یه شانس دیگه داشته باشین که اونو برین. ولی اگه پارک هاپر میگیرین 3 روز اپتیمومه دیگه، فکر میکنم 3 روز عالی باشه. این البته توصیه منه، خودتون بهتر میدونین باجتتون و تایمی که دارین. به هر حال ممکنه هتل هم مجبور باشین بگیرین، همه اینا دیگه وارد معادله میشه. برای گرفتن هتل و اقامت در رنج های مختلف قیمت و مسافت به نسبت دیزنیلند شما میتونین هتل های مختلفی رو پیدا بکنین. بعضا بسته به باجتتون میتونین یا توی هتل های دیزنی خود دیزنی بمونین یا از گود نیبر هتلز هتل انتخاب بکنین. هزینه پارکینگ برای پارک های دیزنیلند الان در حال حاضر برای هر ماشینی $35 و پریفرد پارکینگ هم $55. حالا اگه یه هتلی رو انتخاب بکنید که نزدیک پارک باشه و بتونین هر روز پیاده خودتون به پارک بیاین، شاید اصلا لازم نباشه که بخواین ماشین هم رنت بکنین. و در نهایت خوبه که برای اومدن به این پارک پلن میکنین، سعی میکنین که آماده باشین و اینا. ممکنه حتی لیست یه سری رایدا، کاری که دوست دارین وقتی میایین پارک حتما بکنین. مثلا اگه بچه باهاتون هست یا حالا کسی هست که علاقه به یه شخصیت و کارتون به خصوصی داره، حتما مثلا اون جایی به خصوصی از پارکو که به اون کارتون یا اون شخصیت تعلق داره اونا رو بذارید تو رأس کارتون، چون ممکنه به همه چی نرسین. اول اون چیزایی که خیلی دوست دارین انجام بدین اون کارا رو بکنین. خیلی از رستورانا رزرویشن از قبل لازم داره اگه بخواین با کاراکترها غذا بخورین، کاراکتر داینینگ بهش میگم، اونا رو از قبل بعد رزرو بکنین. خلاص همه پلنا رو بکنین، ولی در نهایت فلکسیبل باشین، سعی بکنین خون سردیتون رو حفظ بکنین. پارک خیلی شلوغه، خیلی خسته میشین، خیلی موقع ممکنه گم بشین. آرامشتون رو حفظ کنین، بدونین که تو وکیشن هستین و بهتره که یه آب خنکی بنوشین و یه کمی آسون بگیرین همه چیز. امیدوارم خیلی بهتون خوش بگذره. ممنونم که حوصله کردین و این ویدیو رو تا اینجا با من همراه بودین. خدا نگهدار.